بسم الله الرحمن الرحیم. از کجا بفهمیم در حال حاضر چقدر در ظهور امام زمان مؤثر هستیم؟ ما به اون میزان به درد ظهور میخوریم، برای امام زمان کارایی داریم که داریم برای امام کار میکنیم، که این کار کردن برای امام روش‌های مختلف داره، در فضای مجازی، در فضای حقیقی، در کف جامعه، در خانواده. همه اینها میتونه بشه مجموعه فعالیت‌های مهدوی ما. به هر میزان که این فعالیت‌ها مؤثر در اجتماع و سایر منتظران، ما بیشتر به درد امام میخوریم. این یه فرمول کلی. اما من یه فرمول ساده میگم. این فرمول ساده بدونید چقدر به درد امامت میخوری. فرض بگیریم فردا از دنیا بریم، بمیریم. وقتی که ما از دنیا رفتیم چقدر کار امام رو زمین میمونه؟ چقدر امام ناراحت میشه که این فلانی مرد، این داشت برای من کار میکرد، داشت برای من تلاش میکرد، مرد. امام متأثر میشه. و برخی از افراد هستن که چه زنده باشند چه بمیرند فرقی به حال امام نداره، بود و نبودشون. اونا مؤثر نیستن. همین فرمول مرگ برای خودمون مثال بزنیم، ببینیم الان داریم چه کارهایی انجام بدیم که با مرگ ما همه اون کارها رو زمین میماند. اون موقع میفهمید چقدر مؤثری، چقدر داری کار میکنی، و به هر میزان که بیشتر باشه امامم بیشتر ناراحت میشه. اینجوری میتونی بفهمی چقدر الان در ظهور مؤثری.